فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب استاد، بیننده دیگری آقای عبدلی از ارومیه پرسیدن که آیا در مغازه پوشاک قرآن خواندن ایرادی دارد؟ در هر مغازه‌ای باشه هیچ اشکالی نداره. خوندن قرآن در هر جا، در جایی که جای معصیت نیست و گناه نیست و در این زمینه به اصطلاح اونجا معصیتی انجام نمیگیره، این به اصطلاح قصد تعبد در اونجا رو نباید انسان داشته باشه. در اونجا یعنی قرآن رو نخونن، جایی که مثلا کسی به صدای قرآن احترامی رو قائل نیست. و همچنین از نظر فقهی در هنگام اجابت مزاج در دستشویی و حمام این موارد اومده که خواندن قرآن درست نیست. در موارد دیگر هیچ اشکالی رو نداره.